خانم یه خط جدید میخره، میخواد شوهرش رو سورپرایز کنه. از تو آشپزخونه به شوهرش که تو پذیرایی نشسته اسم میده، میگه عزیزم این خط جدید منه. مردم جواب میده میگه فدات شم، بعدم بهت میزنگم، فعلا این انتر از تو آشپزخونه زل زده به من. رحم الله من یقرأ الفاتحه الصلوات. آره دیگه خودتون تا ته شد دیگه بخونید دیگه. میرن آدم و و و و میرن آدم از اون خاطر خوشون به جا میمونه. دختمنا و پسمنای گلم میخوام بهتون عقش بازی یاد بدم. اره کاغذ قلمو بیارید اینجا بنویسید. ببین نامزدتو بغل میکنی، فشار میدی، اونم تو را فشار میده. تو فشار آن فشار، تو فشار آن فشار، تو فشار آن فشار، تو شفار اون شفار، هر کی گوزید باخته. یاد فیروز فشارکی افتادم. فیروز تیمور تنبون کشته رو صدا کن، آبرود رفت. ای دل غافل. یه توصیه براتون دارم، هیچ وقت شوهرتون رو به خاطر عیباش سرزنش نکنید. شاید اون به خاطر همین عیباش بوده که نتونسته با یکی بهتر از شما ازدواج کنه. آبجیای گلم نرید جلو آینه خودتون رو نگاه کنه، شما هیچ مشکلی نرید، پایان زندگیتون یه وقت شل نشه. با دختمنای خوب مثل سیبای روی درختن، بهتریناشون تو بالاترین نقطه درخت قرار دارن و برای به دست آوردنشون ماشین شاسی بلند میخواد. کار هر کسی نیست که. باز بلد باشی چیکار کنی. دختری مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بویی داره. دختری رونی مثل گل چه رنگ و روی داره، نگو کی از کی بهتره، هر گل یه بویی داره. صابری علیکم. همش که نمیشه که بیادبی باشه. خواستم بهتون آموزش های صحیح بچه داری رو بدم. آره هرگز کودکتان را با جمله برسیم خونه حسابتو میرسم تهدید نکنید. هرگز. خانه برای فرزندانتان باید محل امنیت و آرامش باشد عزیزان. همون تو خیابون بزنید دهنشو پر خون کنید. پدرسک بی صابا پر رویم میکنه. الله ما بچه بودیم پامون رو جلو بزرگترمون دراز نمی‌کردیم.